این قسمت از گفتگوی ما با یک هنرمند همه شما به خصوص آذربایجانی های عزیز رو، شنوندگان آذربایجانی رو خیلی خوشحال خواهد کرد، چرا که ما هنرمند عزیز خانم سارا بفخم، خواننده قدیمی و با سابقه ارکستر آذربایجانی رو دعوت کردیم که امروز با ما گفتگویی داشته باشن و به استودیوی رادیو ایران تشریف بیارن. خانم سارا خیلی خیلی خوش آمدین. یک دنیا ممنونم. متشکرم. شما ممکن هست که از سوابق کار هنریتون، از سالهایی که کار کردید بگید؟ اولا 39 سال رادیو رو من تبریک عرض میکنم. متشکرم. به ملت ایران. منم به شما تبریک میگم. من سارا بفخم الان 1335 شروع کردم به خوانندگی، تا هنوزم ادامه میدم. از آهنگای خیلی جالبی که خوندین و خودتون خیلی دوست دارین ممکنه چند تاشو نام ببری؟ خیلی زیاد خوندم. بله. سوه سوه خوندم، سازن قربانی خوندم، Kürdün gözəli خوندم، ای dağlar سنده gözüm var خوندم. اگر با گفتن خیلی زیاده، اقلا هیچ نباشه 1000 تا خوندم. من یادم خودم یه وقتی رضایی زندگی میکردم. بله. یه وقتی یک آهنگ اونجا میشنیدم که میخوندن یه گروهی روی صحنه به نام نازل گوزلیار. نازل گوزلیار. حالا من نمیدونم. بله. اون آهنگ خیلی آهنگ قشنگیه، شما اونو بلدین یه بله. کوچولوشو برام یه ذره بخونین همینجا؟ هنوز یه کم اب نداره، یه خیلی کوچیک زمزمه کنین. نازل گوزلیار ol mənə dildar, mən sənə yollayım yar vəfadar. مرسی، خیلی متشکرم. صدای خیلی ظریف و لطیفی داری. خانم سارا، شما ممکن است که بفرمایید استادی داشتید، قطعا موسیقی رو پیش کسی یاد گرفتید؟ البته من شنیدم بعد از این اولین بار که با من برنامه که اجرا کردم با آقای عادل اخوندزاده. بعد از عادل اخوندزاده اسماعیل چشم آذر بود. بله. با من زحمت کشید، تمرین میکرد. اون وقت با علی دستانپور برنامه اجرا کردم، اما به رادیو با آقای سفرعلی جاوید اومدم. بله. و تا هنوزم هستم. بله. ایشون خیلی زحمت منو کشید. بله. حالا ممکن است که از آهنگای قشنگتون یکی رو انتخاب بکنین که پخش بکنین؟ میتونین آهنگای من کردن گزالی انتخاب بله. کنین. خیلی متشکر هستم. این آهنگو پخش میکنیم با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما و امیدواریم که سالهای سال شاهد درخشش شما در کار هنری باشید. یک دنیا ممنونم از شما، سپاسگزارم. Cemalı onu seven neyler, dünyada malı dudakları dolanır. Gördün güzeli sözü mezeli, gördün güzeli eşve gemzeli. Gördün güzeli sözü mezeli, eşve gemzeli. Gördün güzeli. Ömrüm güzel geçir, doldukça yaşa, dudakları dolanır. Gördü güzel
Canlı qızlarla dolaşıb gəzər, xumar baxışlarına canları üzər, dudaqları dolanır. Kürdün gözəli, sözü məzəli, Kürdün gözəli, eşqə qəmzəli. Kürdün gözəli, sözü məzəli, eşqə qəmzəli, Kürdün gözəli.